دوستان سلام. آقا اگه یه ولی فقیه ترس شکسته زهر خورده رو اونم با جسم ناقص سوار اله کلنگ کنیم چه اتفاقی میفته؟ قبول دارید که دل و رودش به هم میتابه و جونش در میاد؟ بفرمایید اینم یه تصویر اجمالی از اله کلنگ سواری عظما و پیچ تاباش. رهبر انقلاب اسلامی همدلی و همزبانی و اتحاد مسئولان را زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی خواندند. ایشان دیدار امروز را مظهر همدلی و همزبانی و انس و الفت مسئولان با یکدیگر دانستند و خاطر نشان کردند باید مسئولان کشور با هر سلیقه و دیدگاهی در جهت اهداف اساسی و انقلابی حرکت کنند. مگه تو نبودی که همین پس بریزوزا اومدی مهر خیانت و کوبیدی تو پیشونی کوسه؟ پس چی شد؟ یهو فیلت هوای هندستون همدلی و همزبانی کرد. خب نمیگی بسیجی ها تو این اله کلنگ بازی ها گیج و ویج میشن؟ نمیگی مشکوک میشن؟ نمیگی اینو به حساب افلاس عظما میذارن؟ تازه وقتی حرفای جدید شیخ پری رو بشنون که دیگه هیچی. افراط همه جا برای ما مضر است، به ویژه در اندیشیدن، در فکر کردن. بزرگترین خطر رو برای یک جامعه می آفریند. حتی فکر افراطی به ما می گوید به هیچ کس اعتماد نکنید. فکر افراطی به ما می گوید به همسایگان هم اعتماد نکنید. فکر افراطی به ما می گوید به دوستان هم اعتماد نکنید. جواب کیو داره میده این؟ مگه سید علی بافور نگفته بود افراط و این حرفا ادبیات دشمنه؟ مگه نگفته بود منظور از افراطی خودشه؟ از روز اول آمدن تعبیر ادبیات تندرو و میانه‌رو رو مطرح کردن. فلانی تندروست، فلان جریان تندروست، فلان جریان میانه روه. از همه تندروترم اون روز امام بزرگوار بود از نظر اونها. امروز هم از همه تندروتر به نظر اونها این بنده حقیر هستم. تازه این فقط یه نمونش بود، حالا ادامهشو ملاحظه کنید. نباید امروز سخن ما، کلام ما دو مرتبه اون ایران هراسی شکست خورده از بین رفته رو دو مرتبه زنده کنه. ما نسبت به هیچ کشوری نه تهدید می کنیم، نه برنامه تهدید داریم، نه برنامه فشار داریم. با این حساب رئیس جمهور جام زهری جواب توپ و تشرهای سرکرده پاسدارا رو هم داد. با همین نیشی که زد بادکنک سپارم ترکوند. این حرفایی که شنیدید در واقع جوابی به این حرفای پاسدار جعفری بود. فرماندهی کل سپاه با اشاره به گستاخی برخی کشورهای منطقه در قبال ملت ایران گفت رژیم‌های نظیر عربستان، بحرین و مانند آنها مظهر عقب ماندگی سیاسی مدرن هستند و سپاه برای پاسخ به گستاخی‌های احتمالی آنها کاملا آماده است. بله، اگه یادتون باشه این پاسدار جعفری یه حرفایی هم درباره برجام زده بود. فرماندهی کل سپاه با نقد دیدگاهی که برجام را مدل موفق و قابل تعمیمی برای حل مسائل مختلف می‌داند گفت برجام ضامن حداقل حقوق مردم ایران است و نمی‌تواند مدل رفتار حاکمیتی نظام در موضوعات دیگر قلمداد شود. ضمن اینکه مردم ما روحیه و تفکر انقلابی را هرگز با روحیه و تفکر انفعالی عوض نمی‌کند. اینم از جواب شیخ پری، اونم بعد از توصیه‌های دوغکی عظما به همدلی.
فرصتی که برجام برای ما به وجود آورده دائمی و ابدی نیست. اگر خدای ناکرده عده معدودی موفق شوند و نگذارند ما به خوبی از این فرصت استفاده کنیم، این فرصت باز نمیگردد. بله دیگه، به خامنه و باندش میگه عده‌ای معدود. از اون طرف اکبر کوسه‌ای که به تازگی توسط سیدعلی به مقام خائنی رسیده، توی یه دیدار با ولایتی که مشاور عظماست از این حرفا زده. هاشمی رفسنجانی در دیدار ولایتی معاونین و مدیران مرکز تحقیقات استراتژیک گفت عقلای قوم بنشینند و صحبت کنند تا کشور دچار اختلافات کینه‌توزانه نشود. در بعد جهانی نیز نباید بگذاریم دنیا در همبستگی داخلی و صداقت ایران در مواضع اصولی خود تردید کند. ببینی کار عظمای ولایت به کجا کشیده که عقلای قوم باید بیان بشینن و صحبت کنن تا وضعیت داغونتر از این نشه. یعنی داره هشدار میده، یعنی داره آمار میده، میگه کار داره بیخ پیدا میکنه، میگه نظام ولایت داره تو باطلاق مصیبت دست و پا میزنه. همه اینا نشون میده که آخونده افتادن تو سرازیری. بله. نتیجه موشکافانش این میشه. آقا خوشحال شدیم، زد زیاد.